برخی از افراد به طور متوسط ساعت زیادی از روز رو در گوشی‌های تلفن همراه خودشون سپری می‌کنن. بسیاری از ما احتمالاً دوست داریم که این میزان ساعات رو کم بکنیم، اما سوال اینجاست که آیا با استفاده از دانش موجود در مورد سیستم پاداشی مغز میتونیم کنترل گوشی‌های هوشمند رو بر خودمون کم بکنیم؟ به گفته سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیا، مردم این کشور به طور متوسط هر 12 دقیقه یک بار حتما تلفن همراه خودشون رو چک میکنن. چه بسا که خیلی از افراد از جمله خود ما اولین کاری که صبحها انجام میدیم و یا آخرین کاری که در شب اون رو انجام میدیم همینه که سری به گوشی تلفن‌های هوشمند خودمون میزنیم. این پدیده همچون واکنش نشون دادن به یک درد مزمنه که از سوی ناقل‌های عصبی مغز ما هدایت میشن. یکی از ناقل‌های مغزی که به طور خاص برای این نوع رفتار تعریف شده دوپامینه. دوپامین به دلیل نقشی که در سیستم پاداشی مغز داره به مولکول حس خوب معروف شده. اما موضوع تنها به لحظه لذت بردن ختم نمیشه، بلکه گیرنده‌های دوپامین در مغز از قبل پیش بینی میکنن که چیز لذت بخشی در انتظار اونهاست و این ما رو مجبور میکنه که تلفن هامون رو چک بکنیم. خانم آنا لمکی، استاد روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه استنفورد آمریکا، میگه که استفاده از گوشی هوشمند شبیه تزریق زیرپوستی است و منبع بی‌پایانی از دوپامین دیجیتال رو به میلیاردها کاربر میرسونه. خانم لمکی میگه که رسانه‌های دیجیتال از طریق آزاد کردن دوپامین همون بخش مغز ما را فعال میکنن که مواد مخدر و الکل، مضافاً این که در زمان استفاده مکرر مغز ما عادت میکنه که انتقال دوپامین رو کاهش بده و گیرنده‌های دوپامین کوچیک میشن. وقتی که در معرض مداوم این رسانه‌ها قرار میگیریم، مغز ما وارد حالت کمبود دوپامین میشه که با افسردگی، اضطراب، بیخوابی، تحریک پذیری و ولع همراه است. هنگامی که این اتفاق میفته، ما خود به خود سراغ رسانه‌های دیجیتال میریم، نه به عنوان ابزاری برای انجام یک کار خاص، بلکه برای رهایی از وضعیت کمبود دوپامین و فرار از احساس بد داشتن. اما چطور میتونیم از اعتیادمون به گوشی کم بکنیم؟ یکی از راه‌های خلاصی ما از گوشی‌های هوشمند روزه دوپامینه. روزه دوپامین نوعی مراقبت عملی یا درمان شناختی در حوزه‌های رفتاریه. در این مراقبه یا تمرین باید سعی کنیم که حس اجبار برای سر زدن به گوشی خودمون رو محدود بکنیم و به مرور این رفتار رو تغییر بدیم. به این صورت که ما آگاهانه از چیزهایی مثل رسانه‌های اجتماعی که بیش از حد توسط اونها برانگیخته میشیم برای مدت کوتاهی فاصله بگیریم. خانم داریا کاس، روانپزشک و استاد روانشناسی در دانشگاه ناتینگهام، میگه که من از طرفداران جدی روزه رسانه‌های اجتماعی هستم. یک آخر هفته پرنشاط باعث میشه استفاده اعتیادگونه رسانه‌های اجتماعی از بین بره. ایشون میگن که تحقیق من نشون میده که گذراندن وقت با دوستان و خانواده به دور از رسانه‌های اجتماعی و در دنیای آفلاین احساس مثبت ایجاد میکنه و پیوندهای بین فردی و حس ارتباطگیری رو تقویت میکنه. ملاقات با یک دوست برای قهوه ممکنه تجربه مثبت‌تری رو نسبت به چت کردن با اونها در پیام رسان‌ها ایجاد بکنه.